کشتزارهای گندم در ولایت ننگرهار افغانستان با وجود خوشه‌های طیله‌رنگی بزرگ کشاورزان امید ندارند امسال حاصل زیاد بگیرند. امسال خشکسالی در این گوشه افغانستان نگذاشته است که کشاورزان حاصل درستی بردارند. ҳосили гандуми имсола нисбат ба соли гузашта хеле кам аст. барои вилояти нангарҳор ва ҳатто як ноҳия кофӣ нест. мехоҳем ба мо аз хориҷ кӯмак кунанд. Сабабаш хушксолӣ аст. ҳамзамон бо ин хеле қиматӣ омадааст. дар гузашта нуриҳои минералӣ мехаридем, вале имсол ба сабаби гаронии он харида натавонистем. با سبب نبودی گندم کافی حکومت طالبان با صدور فرمان صادرات گندم از افغانستان را ممنوع اعلام کرد، اما دهقانان میگویند که هنوز هم گندم به پاکستان قاچاق می شود. این سال خشکسالی بود و ضرور است از خارج به افغانستان گندم وارد کنند. پیش از این حاصل گندم ما کافی بود. اینجا بدبختی آن است که در وقت جمع آوری گندم مردم آن را به پاکستان و دیگر جایها قاچاق میکنند و این برای ما مشکل ساز می شود. از حکومت می خواهیم که جلوی قاچاق گندم را بگیرد. جنگ روسیه در اوکراین شمار زیادی از کشورهای جهان را به کمبودی غله دچار کرد. افغانستان هم استثنا نیست. وزارت کشاورزی طالبان میگوید افغانستان امسال به 2 میلیون تن گندم وارداتی نیاز خواهد داشت. هنوز همه حاصل گندم را جمع نآوردند. بر اساس تخمین ما حاصل گندم وطنی ما حدودی 4 تا 4.5 میلیون تن خواهد بود. امسال به 2 تا 2.5 میلیون تن گندم وارداتی احتیاج داریم که باید از خارج وارد کرده شود. با برگشت طالبان به حکومت در افغانستان سطح تجارت و سرمایه گذاری در این کشور بسیار کاهش یافت و فقر و ناداری بیشتر شد. برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل میگوید 97% اهالی افغانستان غذای کافی نمیخورند. در چنین شرایط خشکسالی و کمبودی غله وضع را در کشور دشوارتر میکند.